رفتم این ستارخان دیدم یک رستورانی، گفتم برم یه غذای از این بگیرم. دیدم که یک لیست قیمت زده خدا میدونه، به نظرم نوشته بود مثلا یک پرس چلوکوبیده ارزون ترینش بود نوشته 500,000. گفتم 500,000 تومان بابا ولش کن کوفته بخوره آدم. آمدم بیرون، یک آقای جنتلمن ما رو دید، به آقا سید شما هم که تو تلویزیون. گفتم به من آرزو داشتم شما رو از نزدیک ببینم. شام خوردی؟ گفتم که خواهم برم عجله. گفت آجی به جد نمیذارم، دست ما رو گرفت برد تو همون رستوران، ما رو برد و نشستیم سر میز. آقا آورد و نوشابه و ماست و سالو مفصل چید و این شروع کرد مباحث اقتصادی کشور رو مطرح کرد. داشت شام تموم میشد گفت که آقا من یه مثال بزنم، من کارخونه دار بودم، به خاطر که دولت وام ما رو نداد ما ورشکست کردیم، خدا میدونه به روزی افتادم به جدت پول عمیق غذا رو ندارم حساب. من نوشابه تو دستم خوش گفتم چی گفتی تو؟ بلند شد نگاه کردم دیدم چلو مایچه رو خورده، ماست خورده. بلند شدم اومدم دم در 2,500,000 تومان پول شام من. 500 تومان زورم اومد. تو 500 پول